تهمینه منگل هستم، فعال حقوقی و اجتماعی و همچنان متشبث عرصه خصوصی. اقتصاد خواندیم، حقوق علوم سیاسی خواندیم و مستری خود در بخش مس کمیونیکیشن ارتباطات جمعی گرفتیم. فعلا مصروف به فعالیت‌های تجارتی هستم که ما یک کارخانه داریم به نام شرکت تولید البسه سمیر منگل و همچنان یک چند مدت میشه که یکی از مغازه های شهر گرفتیم به نام چرمه دیزاین. در جریان چندین سال کارها و فعالیت‌های متعدد داشتیم، در پروژه های متعدد کار کردیم. در جریان 4 سال در اتحادیه ژورنالیستان من حیث ترینر بودم. در برنامه‌های آگاهی دهی اشتراک داشتیم، برنامه‌های حقوقی داشتیم، بر خانم‌ها با رسانه‌ها همکار بودیم، در برنامه‌هایشان اشتراک نمودیم، برشان ترینینگ‌های ارائه نمودیم و همچنان کار و فعالیت با خانم‌های دیگری که در عرصه تجارت یا بزنس فعالیت داشتند. در کارخانه با ما دختر خانم ها هستند، در دکان یا مغازه که ما داریم اونجا همچنان با ما دختر خانم ها هستند. خانم هایی که در بین خانه خود کار میکنن برای اونا همچنان ما کار میدیم. مثلا ما یک فرمایش میگیریم، اون فرمایش چرمدوزی داره، ما امو چرمدوزی از او بر خانم هایی که در بین خانه چرمدوزی میکنن بر اونا میدیم. در کارخانه تقریبا 20-25 دختر است که همراه ما کار میکنن. ما میخوایم که این تجارت خود وسیع داشته باشم بر سطح دنیا، یعنی امو فعالیت من در سطح جهان باشم و دیگه ای که میخوایم دکترای خود بگیرم. هدف از این فعالیت های ما البته بتانیم در کنار یکی دیگر دست به دست هم داده هم در اقتصاد فامیل خود سهیم باشیم، هم در اقتصاد جامعه خود سهیم باشیم و هم بتانیم که در کنار یکی دیگر فعالیت داشته باشیم. در دوره تحصیل مشکلات زیاد متقابل شدیم. البته با وجود که به تحصیل مصروف بودم، مادر 4 طفل بودم، در این جریان ما کار هم میکنم. خب مشکلات خود داره، اما با مو تقسیم اوقاتی که من ساخته بودم همکاری خانه و فامیل همراه بود. از طرف شام درس خودم میخواندم که رشته حقوق علوم سیاسی بود و این رشته آسان همچنان نیست، یک رشته است که بسیار باید دقیق را بخوانیم. مادرم بسیار یک زن خوب است، به درسای ما کمک ما میکنه، همیشه تشویق ما میکنه، همیشه میخواه که ما در درسای ما پیش باشیم، همیشه میخواه که آینده خوب داشته باشیم. چون ما امو سختی هایی را که خودم در راه درس تعلیم دیدیم، بعض وقتا فکر میکنم که یعنی شاید اولادای ما به این سختی ها را مواجه شوند، اما دعای من همیشه برشان همی است که خداوند ذهنتان روشن داشته باشه برایتان باز. پیام ما به چی بانوان باشند چی آقایان باشند، همیشه تلاش کنن، تلاش داشته باشند، پشت و کار داشته باشند، همت داشته باشند. در راه کاروبار هیچ وقت نگویند که یعنی مسیر طولانی است یا مسیر کوتاه است یا ای که میتونیم ما مفاد کنیم یا نکنیم، اما پشت و کار تلاش داشته باشند، انشالله به اهداف خود میرسند.